خب بریم سراغ دوگانه هایی که با تغییر متغیر معمولی حل می شدن. کلا این تیکه رو با دوتا مثال میگم. یک دور مال اونایی که مربوط به البته جفت نه دیگه، با یه مثال میگم راحت تر اینجوری. یک دونش مربوط به تابستون گذشته است، یک دونش هم مربوط به ترمای گذشته است. میشه مال تابستون اول حل میکنیم. میگه که انتگرال دوگانه سینوس ایگرگ منهای ایکس ایگرگ بلای ایکس دی آ. من به این صورت می نویسنش تو امتحان و خب این دی رو یعنی پایین قشنگ توضیح میدن چیه. اینا رو همه رو نوشته. خب اصلا بچه اینو میبینه میگرخه، میذاره میره میگه نگاهیدیم ریاضی. اما خب اینجوری نباید باشه. ما میریم اینو حل میکنیم، یاد میدم بهتون چجوری حلش کنید. برای حل این انتگرال دوگانه به دلخواه میریم یک دونه از اینها عبارت های ایگرگ منهای ایکس یا ایگرگ بلاوی ایکس رو یو و اون یکی دیگر رو وی در نظر میگیریم. من به دلخواه میام یو رو برابر قرار میدم با ایگرگ منهای ایکس، وی رو به دلخواه برابر میدم با ایگرگ بلاوی ایکس. خب الان اینایی که شما ازش گرخیدین به جای ایگرگ منهای ایکس میذارم وای، پس وای بین 0 و 1 و وی بین 1 و 2، چون وی و ایگرگ بلاوی ایکس گرفته بودم دیگه، وای رو هم ایگرگ منهای ایکس. یه نکته که ما توی تغییر متغیرهای معمولی داریم این که علاوه بر این که اینجا کارمون انجام میدیم تو تغییر متغیر، یک دونه چیزی داریم به اسم ژاکوبیان، با جی نمایش میدن، اسمش ژاکوبیانه. ژاکوبیان چجوری محاسبه میشه؟ یوی ایکس یوی وی یوی ایگرگ وی ایکس به وی ایگرگ دترمینان عملا. خب الان شما چی رو یو گرفتی؟ این دوتا دیگه، یو وی. بیا اینجا از چیزی که یو گرفتی فرمولشه بر حسب ایکس اگه بخوای مشتق بگیری میشه -1. از اونی که یو گرفتی بر حسب ایگرگ اگه بخوای مشتق بگیری بر حسب ایکس اگه بخوای مشتق بگیری میشه اشتباه، البته اینجا نوشتم اصلا. خب دوستان ببخشید، الان از این یومون که اینجا داریم بر حسب ایکس میخوایم انتگرال بگیریم، مشتق بگیریم، -x میشه -1. اینجا یومون دوباره بر حسب ایگرگ میخوایم مشتق بگیریم میشه 1. -x دیگه حساب نمیشه دیگه، عدد ثابت میشه 0 میشه. اینجا که وی داریم بر حسب x میخوایم مشتق بگیریم، یومون 0 میشه، x مون بر حسب x بخوایم مشتق بگیریم میشه 1. بر حسب y بخوایم مشتق بگیریم x مون 0 میشه، y مون مشتق بگیریم میشه 1. خب حل این چه شکلیه؟ میگیم که قطر اصلی رو ضرب میکنیم منهای قطر فرعی میکنیم. 1 ضرب در -1 میشه -1 منهای
1 ضرب در 1 هم میشه 1. منهای 1 میشه منهای 2. خب ژاکوبیان زارت نمیری منهای 2 رو بذاری توش. ژاکوبیان اینو معکوسش میکنی، میشه -1/2. حالا بیا انتگرالمون رو میخوایم دوباره بنویسیم. انتگرال دوگانه ایگرگ منهای ایکس و یو گرفتم، سینوس یو به روی وی، ژاکوبیان رو میذارم. یک نکته دیگه من یادم رفت بگم بهتون، اینه که ژاکوبیان تو قدر مطلق کلن این -2 تو قدر مطلق میره میشه -1/2. کلا ژاکوبیان تو قدر مطلق، حاصلش هم همواره مثبت 1/2. خب فرق نداره دیگه، دی یو دی وی، این مهم نیست. این تیکش دی یو دی وی میتونه مثل دی وی دی یو، من نوشتم دی یو دی وی. خب چون نوشتم اول دی یو، میام اینجا یوم بین چی بود؟ 0 و 1. 0 و 1. وی بین چی بود؟ 1 و 2. دیگه بقیش حلش دیگه سخت نیست، بریم حلش کنیم. 1/2 ژاکوبیان از انتگرال میاد بیرون، به این شکل میشه. یک بیوم ضرب در سینوس یو دی یو دی وی. اولین بخشه، بعد این بخشه. الان میخوایم بر حسب دی یو انتگرال بگیریم. این تیکه که یک ویومه عدد ثابت از انتگرال میاد بیرون، میره اینجا. خب حالا انتگرال سینوس یو چی میشه؟ حتی این دی وی مون میاد اینجا، حتی نه فعلا نمیاد اینجا، هم به همین شکله. انتگرال دی سینوس یو میشه چی؟ میشه منفی کوسینوس یو. 1/2 انتگرال از 1 تا 2 یک ویوم منفی کوسینوس یو دی وی. حالا کوسینوس بر حسب دی وی میخوام انتگرال بگیرم، نه کوسینوس یوه میاد بیرون، انتگرال میشه 1/2 کوسینوس یو انتگرال 1/2 یک ویوم دی وی. کلا ما داشتیم مشتق یه چیز، کلا یو به این انتگرالش میشه ln یو دیگه، باید یادتون باشه. خب البته حواستون باشه این کوسینوسی که اینجا نوشتیم کراناشو یادم رفت بذارم. 1/0 1/0 میشه 1/2 کوسینوس یو 1/0 ln وی 2/1. خب دیگه جاگذاری ها رو انجام میدم. این هم جاگذاری کرانگذاری رو انجام میدم. یک بار به جای این 1 میذارم، یک بار به جای این 0 میذارم. میشه کوسینوس 1 منهای کوسینوس البته داشتیم، اینجا منها رو یادم رفت برم. کرن بالا منهای کرن پایین قرار میگیره، کوسینوس 0. دوباره اینجا میشه ln 2 منهای ln 1. این که میشه کوسینوس 0 میشه 1. یه منفی هم پشتش مثبت میشه، میشه 1/2 منفی کوسینوس 1 به علاوه 1. این تیکم ln 1 میشه 0، فقط ln 2 میمونه.
عملا در کل میشه 1/2 1 منهای کوسینوس 1 ln2. حل انتگرالش به این شکل کلا. تغییر متغیر معمولی. این سال پایان تابستون همین سال بودش. این آخرین پایان ترم ریاضی 2 که برگزار شده بود. خب در ادامه ویدیو میریم سراغ یک دونه از تغییر متغیرهای معمولی دیگه. این یکی خیلی سخته نسبت به اینی که الان میخوام حل کنم، ولی خب تو پایان ترم اومده بود، بگیم که اگه اومدم بتونین حلش کنین. میگه انتگرال دوگانه این پایین آر قرار داده، اون بالا قبلی دی بود، خب این اسمش آره، چه فرقی میکنه؟ به روی x2 ای به توان x منهای y دی آر رو چجوری توصیف کرده؟ گفته آر ناحیه محدود به خطوط y مساوی است با 2x و y مساوی است با x هست و خط x منهای 1 برابر 1 و x منهای 1 برابر است با 3 هستش. خب مبرهمه که ما اینجا باید بیایم x منهای y رو مثلا u در نظر بگیریم. اما الان با خودمون تو مثلا با خودت میگه که خب الان u بود، ما اینجا فقط x منهای 1 دارم که چی رو v بگیرم. یعنی چی؟ میایم به این دوتا نگاه میکنیم. اینجا نگاه کن، x و y با هم برابره. یعنی چی؟ یعنی اون سمت راست تساویت با سمت چپ تساویت با هم برابره. قبول دارین دیگه؟ خب عملا این دوتا چپ ها با هم برابرن، پس مثلا 1 فرضش میکنیم، 1 مساوی 1. خب حالا که این دو با هم برابرن، اگه من بیام v رو حاصل تقسیم اینا در نظر بگیرم، بازم میشه 1 دیگه. 1 تقسیم بر 1 میشه 1. پس اون یکی دیگه هم ویش چی میشه؟ حاصل تقسیم اینا میشه، منتها چون اینجا دویه میشه 2. پس عملا وی من میشه y x. چرا y x؟ گفتم که اینجا x و y برابرن. وقتی برابرن یعنی چپ و راست تساوی برابره. وقتی چپ و راست تساوی برابره، تو بیا 1 فرضش کن. 1 که فرضش کردی x رو ببر اونور، یعنی ببر تقسیم کن. وقتی اینا اینجوری هم خب اشکال نداره دیگه. وقتی تقسیم میکنی y به x هم میشه 1 دیگه. به v رو من y به x گرفتم. حالا اینجا هم دقیقا این همونه. v رو من چی میگیرم؟ من میگیرم y به x، 2 اینجا میمونه، 2 اینجا میمونه. اوکی؟ پس الان یه نتیجه شد. یوی من طبق فرض r بین 1 و 3 و وی من بین 1 و 2 هستش. حالا کار در اومد دیگه. بریم انتگرالمون رو می‌نویسیم. البته ژاکوبیانش هم بذارین حساب کنیم بعد بریم بنویسیم. گفتم که ژاکوبیان تو تغییر متغیرهای معمولی هست. یومون چی بود؟ یومون این بود. بر حسب x از این بخوایم مشتق بگیریم، بر حسب x میشه 1، y که عدد ثابت 0 میشه. بر حسب y بخوایم مشتق بگیریم میشه منهای 1. از v از y x بر حسب x اگه بخوایم مشتق بگیریم، مشتق تقسیم دیگه، میشه مخرج به توان 2. مشتق صورت در مخرج بر حسب x میخواستیم مشتق بگیریم، مشتق y بر حسب x میشه 0 در مخرج منهای مشتق مخرج که 1 بر حسب x در صورت 1 در y برابر خواهد بود با منهای
y به x2 اینجا می نویسمش. حالا از y به x میخوام بر حسب y مشتق بگیرم. دوباره مشتق تقسیم مخرج به توان 2، مشتق صورت در مخرج. خب چون بر حسب y مشتق صورت میشه 1 در مخرج، منهای مشتق مخرج در صورت. مشتق مخرج x اما میخوایم بر حسب y مشتق بگیریم، بس مشتق مخرج میشه 0 در خود صورت. حاصلش میشه x2 x برابر است با 1x. اینجا می‌نویسیم 1x. دترمینان قطر اصلی ضرب در قطر اصلی، دوباره بگم قطر اصلی منهای قطر فرعی. قطر اصلی 1x منهای این دوتا در هم ضرب شن میشه مثبت y x2. 1x منهای y x2. بعد مخرج مشترک میگیریم x2، این در یک دونه x ضرب میشه، صورت هم در x ضرب میشه منهای y. خب اولا این از این. من به شما گفتم توی مثال قبلم که ژاکوبین ها اولا معکوس میشن، یعنی به این شکل میشن. اونجا 2 به دست منفی 2 به دست آوردیم شد منفی 1/2. اینجا اینو به دست آوردیم معکوس میشه این میشه x2 به روی x منهای y. ما توی مثالمون x منهای y و u در نظر گرفته بودیم اون اولش دیگه، پس اینو می‌نویسیم x2 به روی u. این میشه ژاکوبین. خب دیگه بریم واقعا انتگرالش رو بنویسیم دیگه. انتگرال دوگانه. بذار ببینم کجا بود این چیزم. انتگرال دوگانه به جای یو منهای وی میذارم یو، به جای x2 که خود x2 ای به توان یو، ژاکوبین هم میذارم، ژاکوبین هم بود x2 به یو دی یو دی وی. بعد میام میبینم یو بین 1 و 3 بود، وی بین 1 و 2 بود. خب این با این ساده میشه، هلو برو تو گلو شد 1 2 1 3 ای به توان یو دی یو دی وی. این تیک اول این تیک دوم. از دی یو از ای به توان یو میخوایم بر حسب یو مشتق بگیریم، میشه ای به توان یو تو کران 3 و 1. انتگرال 1 و 2 دی وی هم هست. کران رو بذاریم. این توش وی نداره دیگه، پس عملا این از انتگرال خارج میشه. انتگرال دی وی میشه وی. دو و یک رو قرار بدیم توش. توش میشه 2 منهای یه بار 1 بذاریم توش میشه 1. 2 منهای 1 میشه 1. پس انگار حاصل کلی میشه ای به توان 3 منهای ای به توان 1. تمام. این هم از تغییر متغیر معمولی که به این شکل حل میشه سوالاش. یک بخش رو یو میگیرین، یک بخش رو وی. ژاکوبین حواستون باشه که ژاکوبین میشه یوی ایکس به یوی وی، وی ایکس به وی وی.
y اشتباه شد. بعد ژاکوبیان تو قدر مطلقه هیچ وقت حاصلش منفی نمیشه. وقتی ژاکوبیان رو به دست آوردین در نهایت معکوسش کنین، یا اگه یادتون میره معکوس کنین کلا از اول یک بذارین بالاش. دو نوع هم بود، یا اونایی که یو و ایکس یو و وی واضحن مثل مثال اول کردم، یا اونایی که یک کدومش واضحن یک کدوم دیگهش رو شما باید بیاین از روی این چیز بفهمین، از روی این تیکه‌ای که به عنوان توضیح به اون میدم، اون آرو دیایی که این پایین دیدین، اینا اون توضیحاتی هن که مسئله به ما میدن دیگه. یعنی مسئله به ما میده واسه انتگرال دوگانه، چون برخلاف ترتیب این کراناشو به ما نداده، ما کراناشو بر اساس همین توضیح ها پیدا میکنیم. اگه دقت کنین کران نداره دیگه، من بر اساس همین توضیح ها کرانا رو پیدا کردم گذاشتم. این بوده از تغییر متغیر معمولی واسه انتگرال دوگانه.